خب میبینم که مهمون جدید داریم. نام خانوادگی. یعنی تو منو نمیشناسی؟ بابا خامنه ای هم دیگه، خامنه ای معروف به عظما. اینجا همه برو بچه های ما هستن و هر کی بگی میشناسه منو. شغل. ولی امر این شغلای من در آوردی اون دنیا تو به رخ ما نکش. اینجا یه دیکتاتور عمامه‌دار سابق بیشتر نیستی. بیایید ببریدش. عظما سلام، لوکوموتیر آوردم برات. ابرام تویی؟ بالاخره خودت نشستی پشت فرمون؟ آره بابا، این که چیزی نیست، تازه مدرک کلاس شیشم رو هم گرفتم. عظما شما نهار خوردی؟ خوشمزه بازی در نیار. کجا میخوای منو ببری؟ اینجا کدوم گوری من اومدم؟ میریم یه گشتی میزنیم، اوضاع احوال دستت میاد. این سلامیه که سلامی. اینجام داری کرونا یاب درست میکنی؟ عظما اومدی؟ من کف پای شما را میبوسم. نگران نباشی، ما زمین و آسمان را با آتش میکشیم. فعلا در مرحله صبر استراتژیکیم. انتقام سخت تم میگیریم. ببند بابا، تو اینجام از کمپوز درمانی دست بر نداشتی؟ ولش کن بابا، دیوونه شده این. حاجی زاده چیه اون موشکه؟ عظما موشک جهنم شکن 2. به زودی شلیک میکنیم، جهنم رو تبدیل به پایگاه بسیج میکنیم. عظما گوش نکن به حرفش، 10 بار تا حالا شلیک کرده، همش خطای انسانی شده. قاسم و مرض، یه انتقام سخت برام نگرفتی، بعد اومدی قاسم میکنی؟ با ولی فقیه درست صحبت کن بیشور. بیشور بابات، فک و فامیلاته. ولی فقیه مال اون دنیاست، اینجا گوشت کتلتی. بیا اینجا ببینم. عظما این دیوونه شده پاک، بیا بریم تا کتلتمون نکرده. جهنم گردی دیگه بسه، آماده باش، باید برید قعر جهنم. ای بابا، من اون دنیا قعر زمین بودم، حالا اینجام قعر جهنم. صبر داشته باش، دارم برات، یالا بیا بریم. ابرام این چی میگه؟ مگه قرار نبود و مرغرای جهنم درست کنی؟ عظما به جهنم خوش اومدی. این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست. 1000 مگاوامتا.